و سوال دیگر این است که آیا خوردن کلباسه حسیب، این به زبان تاجیکی میگن حسیبی که امروز ساخته فروخته می شود، جایز است یا نیست؟ البته در این مسئله تفصیل وجود دارد، یعنی شرح است، شرح دارد. تفصیلش این است که البته حسیب ها و کلباسه هایی که از فیرمه های برادران مسلمان و موحدین و با ایمان برآمده است که معلوم است و معروف است و شناخته شده است، در این حالت خوردنش جایز است. اما حسیب هایی که امروز حسیب های نامعلوم است، کافران یا که این را پخته میکنند و آماده میکنند، استفاده کردنش جایز نیست من باب مصلحه و مفسده، چرا که اکثری حسیب هایی که امروز بی‌سنجش به معرض خرید و فروش برآمده است و از کسان نامعلوم آماده شده است و بسیار افلاسی ها و بسیار به ناپاکی ها دست میزنند، حتی گوشت های ناپاک را در اونجا علاوه میکنند. اما یک برادر موحد و با ایمان و شناخته شده باشد، خوردن حسیب یا کلباسه جایز است، هیچ مانعیت ندارد. بارک الله فیکم.